توت درختی بارآوری غذایی بوده برای طبابت برگ، پوست و میوه آن را استفاده میبرند. توت در خطور دیگر میوه‌های بیشتوسوی دیورمون هم از یک میوه نهایت معجزه‌آور که از درخت بسیار ساله بارآور توت است که یعنی در دیوری ما خیلی خوب نشونما می‌یابد. میوه‌اش رو چی در شکل تر و تازه و چی در شکل خشک 4 فصل سال استفاده می‌بریم و آنها سیاه و سفید می‌شوند و حجمشون هم گوناگون می‌شود و مزه‌شون وابسته به ترکیب شیمیاییشون یعنی وابسته به قنوکیشون گوناگون می شود و البته که قد آن درخت هم از 5 تا 15-20 متر بلند می شود. در طب مردمی میوه توت را هنگام بیماری های شوش، حرارت بلند، کسلی های معده و روده و گلو استفاده می نمایند. برگ و شیره آن را برای معالجه بیماری های قلب، کم خونی، التهاب پرده لعابی گلو استفاده میبرند. میوه هایش را برای جراحت روده 12 انگشته و در شکل غرغره استفاده میبرند. غیر از این آن را برای اسهال خونین و فشار بلندی توصیه میدهند. آبجوش ریشه‌اش را همچون غیجران میفرمایند. بغیر از آنی که ما توت‌های سفید و توت‌های سیاه داریم، باز در دیار ما یگان شاه توت هست که اون خیلی کلانتر هم هست و خیلی ترشناکیش زیاد است و خاصیت‌های شفابخشی مخصوص دارد. خب اگر نسبت خاصیت‌های شفابخشی توت حرف زنیم، باید آدرس شوم که اسرار اساسی شفابخشیش این ترکیب شیمیاییش است، این کامپوننت‌های ترکیبش است که مثلا میگیم قنوکیش بلند است، سفیدها دارد، موادهای دوبلی دارد، گروه ویتامین ها دارد و فلاوونوئید ها دارد و ببینید یعنی البته پیگمنت ها دارد، کلیچک یعنی غاز دارد، نخ دارد و اینها البته گروه ویتامین ها دارند. سبب می شود که یعنی ما توت رو استعمال کنیم و در حقیقت یعنی تاثیر شفایابی او از زمینه وابسته است. اصلا اگر نسبت خاصیت های شفابخشی توت حرف زنیم، باید درست شوم که توت عصب رو یعنی آرامی میبخشد. 150 گرم گلوکوزی که سیستم مرکزی عصب طلب میکند محض یعنی او رو در شکل تر و تازه یعنی گلوکوز تامین میکند و پروسسی یعنی سوزش در البته ممبران حجره می رود و یعنی اتیف حاصل می شود که گرمی از حساب انامون سوزش بین میتوکندری حجره است. یعنی میتوکندری حجره ما این استانس الکتریکی برقی انسان است که استعمال توت یعنی یک گلوکوز ساخاروز خیلی تازه است که این پروسس رو خیلی خوب زیاد میکند و ما البته راحت میابیم و خاطره خوب میشود و مبادله های متابولیتی عصب خوب میشود و فشار رو به تنظیم میدارد. شیرینی توت سفید را در موقع کسلی های جگر و تلخدان، التهاب و زخم معده و روده 12 انگشته، التهاب غدود زیر معده، کم خونی، بیمداری و غیره توصیه می نمایند. در تاجیکستان شاه توت را بهترین دارو برای کسلی های فشار بلند خون و دیابت قند داشته می حسابند. شربت توت سفید را چون داروی پیشابران و بلغمران استفاده می نمایند. خاصیت‌های خیلی بلند دارد، از جمله البته که شکم رو ملایم میکند، روده ها رو ملایم میکند و غذانوکی میکروبیوتیک رو تامین میکند و البته به زخم های معده روده 12 انگشته تاثیر خوب میبخشد و زردجوش یعنی چخیلی که میگن ترشناکی رو نیست میکند و مخصوصا استعمال توت به کسلی های دل فایده دارد. یعنی مثلا دلزنی رو، سینوکاردیا رو، میوکارد دیسترافیا میگن که موشک های دل سوست میشود از بس که ترکیبش موادهای خوب بیولوژی دارد. یعنی قوتناکی موشک های دل رو تامین میکند، عمر رو دراز میکند
و البته قابلیت مسئولیت بدن رو درست میکند و خاصیت‌های خوبی ضد اسکلروتیکی و آنتی اکسیدانتی دارد. یعنی سودتبندی رگ‌ها رو خوب میکند و یعنی خاصیت خوبی ضد اکسیدانتی دارد. آنتی اکسیدانتیش همین است که رادیکال‌های آزاد کسلرودی وقتی که در میتوکندری حجره زیاد میشود، البته یعنی پروسس پوسش به صفت میگذارد و استعمال توت توسط تاثیر انعامی خاصیت‌ها رو داشتن خیلی یعنی منفعت زیاد به ارگانیسم میبخشد. اصلا توت گرم خشک است و در درجه 3 گرم خشک است و ببینید برای تربود یعنی روماتیسم، ارتریت، ارتروزها، پلی ارتریت‌ها و نیقریس یعنی پداگرا رو خوب میکند که پداگرا نیقریس که در بقوم‌ها پیدا میشود و ببینید که این تکشین شوی یعنی نمک اوراتی هست. نمک اوراتی وقتی که در بقوم‌ها تکشین میشود نیقریس رو پیدا میکند، پداگرا میگیرد، خیلی دردهای جانب میکند و استعمال توت البته این نمک‌ها رو میشوید و حتی در اون موضع‌هایی که توت بسیار میشود، مثلا در سر خسرو و در دیگر جاها، در بلجوان و در کوهستان‌ها که زیاد میشود، حتی نفران رفته موزه رزینی پوشیده یعنی توت پر کرده او رو پوشیده روز دراز میگردن، ببینید نمک‌ها رو تازه میکند و ارتریت و پلی ارتریت‌ها و بقوم‌ها رو یعنی شفا میبخشند. خیلی عجیب است و البته که استعمال توت هم یک اندازه معین دارد، از بس که خیلی شیرین است برای علت‌هایی که مثلا نفرانی که با امر تقدیر به کسلی قند گرفتار هستند، مثلا بسیار شیرینی ها البته نشان داد ندارد، یعنی ما اجازه نمیدیم، ولی ببینید که از این دل توت که اینقدر شیرین هستن با مقدار معین اگر کسلی که به کسلی نفرانی که با امر تقدیر به کسلی قند گرفتار هستند اجازه هست که آنها استعمال کنند در مقدار معین، چون که ضرر ندارد، اون زود هضم شده یعنی البته تاثیر منفی زیاد نمیرسونه. این هم یک معجزه شیرینی توت هست. میوه توت سیاه و شهتوت را در طب مردمی چون داروی ضد دیابتی، پیشابران، تب شکن و فشار فرار به بیماران مبتلا به فشار بلند خون، دیابت قند و التهاب شدید گلو توصیه می‌نمایند. و از توت ما شیرینی تیار میکنیم. اون شیرینی نهایت با معجزه‌ناک است. قریب 7-8 مرتبه تاثیر خاصیت‌های شفا بخشش از اون دل از تاثیر توت تر و توت خوب زیادتر و خوبتر و بهتر است. مخصوصا اگر کودک شما امروزها سرفه میکند، خوب کسل‌های زکام میشود، خوب ترخیت و برانخیت لارنگیت و فارنگیت میشود و روده‌ها کسل میشن و گرده‌ها ورم میکنن و ببینید اگر یک قاشق 3 بار زیاد نه اگر ما شیرینی توت در مثلا آب شیرگرم جوش آمده شیرگرم اندوخته عرارش کرده نوشن، سرفه آنها نیست میشود، گازک روده معده آنها، گازک گرده آنها. چرا؟ چون که مجازش گرم خوش در درجه 3 است و البته که با علت‌های بقوم‌ها چخیلی که در گفتم تربود و روماتیسم و ارتریت پلی ارتریت و به حساب نهایت فایده دارد و بدن را تازه میکند و قوت و درمانی نو میبخشد. در طب مردمی پوست ریشه و تنه و برگ درخت توت را استفاده می‌نمایند. آبجوش برگ توت را در موقع کسلی‌های دل و معده و تب بلند به کار می‌برند. در چین آبجوش پوست ریشه و تنه توت را هنگام فشار بلند خون، برانخیت، نفس تنگی، التهاب گرده و آماس‌ها استفاده می‌نمایند. در بعضی مملکت‌ها برگ توت را به شخصان گرفتار دیابت قند و اینچنین کسلی‌های پوست توصیه می‌نمایند. توت مجازش گرم است، گرم خوش است، گرمی تر است. نفرانی که همین مجازها رو دارن ما مصلحت میتیم که استعمال کنن ولی کم استعمال کنن. چرا؟ چون که فشار رو شاید بلند میکنه، شاید فربه میکنه، شاید به دل تاثیر منفی میرسونه. همه گپ سر مجاز و همه گپ سر اندازه است. از این لحاظ استعمال شهتوت و شیره و شربت شهتوت برای نفرانی که فربه هستند، برای نفرانی که قند دارند، برای نفرانی که فشار بلندی دارند، برای نفرانی که در حقیقت دلشان یعنی کسلی‌های ایشمیایی دل دارند، نهایت و نهایت معجزه‌ناک هستند. ببینید خود توت هم در کسلی‌های دل نشاندادهای عجیب دارد. برای تخکردی، برای مثلا اکستراسیستالیا، برای مثلا میوکارد دیسترافی دل توت شیرین یعنی خوب بود.
ولی توتی ترش شهتوت باشد باز خوبتر و بهتر برای نفرانی که اصلا دلشون روغن دارد، کسلای ایشمیوی دارند، برای جگر مثلا، برای فشار. این بسیار هم معجزه‌آور است. از این لحاظ ما میتوانیم که خوب مصلحت هم میدادم که شنودن شهتوت رو زیاد اگر کنیم این باز خوبتر و بهتر است. و چه که در بالا گفتم ما توت رو چی در شکل تر و تازه و چی خشک کرده و چی از آن شیرینی تیار کرده استعمال کنیم خطا نمیکنیم. اطراف فرهنگی چگونه استعمال نمودنی همین توت و شاهتوت را میگفتی؟ تازگی گرای سلامتی است میگن، همه گپ سری تازگی است و در 1 سانتیمتر کوادراتی دست ناشسته 10 میلیون باکتریا جمع می شود و ما اونها رو نمیبینیم. وقتی که توت به زمین میافتد اصلا از زمین گرفته خوردنی رو ما مصلحت نمیتیم، چون که گلمنتولوگ ها یعنی متخصصانی که کرم های ضرر آور رو میآموزند، اگر 58 نمود کرم در کره زمین باشه ضرر آور، در تاجیکستان ما از نظر گلمنتولوگ ها یعنی اون متخصصانی که کرم های ضرر آور رو میآموزند 20 نمود کرم های ضرر آور است و اونها با 3 نمود کلاسیفیکاسیون جدا میشوند و ببینید وقتی که به زمین افتاد هیچ گونه ما اون رو مثلا حق نداریم اون رو گرفته استعمال کنیم، چون که ما کفالت دادن نمیتوانیم که این زمین تازه است یا نه. به همین خاطر او را در یک بار در آب خنک یک بار انداخته و بعد گرفته خوردن خوب است. اون هیچگاه شیرینیش نمیگذارد، فقط تازگیش میموند و خوب میشد که البته بعد باران هایی که میبارد مثلا گرد و چنگ میکند و اون توت که شیرین هست فراموش نکنید گرد و چنگ رو قند به خودش میگیرد، میچسبد. از این لحاظ در حقیقت او رو ما اقلا یک بار در آب خنک یعنی افشانده بعد پولونده یعنی تازه کرده خوریم، البته با قاشق میخوریم بس خوبتر و بهتر است. خب و البته یعنی با دوکا یا که یگان ماتریالی که تگ اون رو گرفته توت رو میشپیم و استعمال میکنیم، چون که اساسی یعنی سلامتی انسان این با تازگی رعایت کردن هست. ما باکتری رو نمیبینیم، ما کرم ها رو نمیبینیم. یک کرم اگر داخل شود اون کرم میگذارد باز آن هزارها کرم باکتری ها میشود. از این خاطر البته ما یعنی حالت های سانیتری گیگینی رو در همه حالت باید ما رعایت کردنمون ضرور است، چه برای کودکان چه برای خردسالان. متاسفانه میبینیم که در حقیقت کودک هم از زمین استعمال میکنند، کلانسال هم از زمین او رو استعمال میکنند. یکم که او رو از زمین گرفته نخوریم، دوم که وقتی که در شاخش است حتی ما او را شپونیم ما میدونیم که یعنی گرد و چنگ جمع میشود، اقلا یک بار آب خنک بروشیم و بعد استعمال کنیم و مقدار کم و با قاشق استعمال کنیم با خوبتر و بهتر است. در طب معاصر میوه و شیره توت سفید و سیاه را هنگام کمخونی، قفز شوی خون، بیماری های معده و پس شدن گوارش بعض موادهای ضرور چون آهن و ویتامین ها استفاده می نمایند.